بچه‌ها و دانشجوهایی که بعضن با 25 صدم کسر نمره نمیتونن وارد دانشگاه بشن و حتی سرنوشتشون تغییر میکنه. هنوزم که هنوزه جناب عالی در اظهاراتتون عذر میخوام، خدایا منو ببخش، به خدا قسم خجالت میکشم، شما هنوزم در اظهاراتتون دروغ میگید. آخرین مدرک تحصیلی جناب عالی، شما فرمودین مدرک، شما که میدونید من در خارج از ایران بودم، کار کردم، تحصیل کردم، میدونم مدرک چجور صادر میشه. شما هنوزم دارید صحبت از این میکنید مدرک تقلبی دکترا. بله مدرک تقلبی. شما که میدونستید، فرمودید حقوق نگرفتید. همه مدارک صادره از سازمان صدا و سیما، احکام جناب عالی از تاریخ 2/1/81 مبنی بر تغییر وضعیت جناب عالی به دکترا و میزان افزایش حقوق شما تا سال 87 باقی است. اگر از وزارت نفت حقوق نگرفتید حق دارید، اونجا بیشتر میگرفتید. اگر مدارکتون بخوان ارائه بکنن خب چی دارید؟ من عذر میخوام جناب آقای دکتر لاریجانی، از من ببخشید، شما نزدیکترین دوست آقای لاریجانی بودیم، به ایشون دروغ گفتی سالها که ایشون نمیدونست مدرک تحصیلی شما چیه. آخرین مدرک تحصیلی شما بدونید که از آقای کردان در سازمان صدا و سیما وجود داره این مدارکه: فوق دیپلم، احتراما عطف نامه شماره فلان در خصوص اعلام ایام تحصیل و هزینه مصروفی برادر علی کردان به استحضار میرساند. نام برده از تاریخ 7/7/56، یعنی قبل از انقلاب، لغایت 31/6/57 در سال اول و از تاریخ 1/7/57 لغایت 31/6/58 در سال دوم مردود و مجدداً از تاریخ 1/7/58 لغایت 31/6/59 در سال دوم در دانشسرای راهنمای تحصیلی ساری مشغول به تحصیل بوده و فارغ التحصیل گردیده است. اینم احکام حقوقی جناب عالی. آخرین حکم تحصیلی که از شما در سازمان صدا و سیماست اینه. مگه کسی از شما مدرک خواست؟ شاید موفق‌ترین وزرای کابینه دولت‌های قبلی در زمان آقای مهندس موسوی، بعد از اونم حتی من خاطرم هست دیپلمه بودن. شما اومدید رزومه دادید، زندگی نامه نوشتید و الان سوال من این آقای کردان، مدرک دکترای شما جعلی بود. خب شما کجا صحبت از لیسانس و فوق لیسانس میکنید؟ شما لیسانس و فوق لیسانس ندارید. آیا در همه اون مراتب و پست هایی که اعلام کردید، خدمت به نظام کردید، احراز شرایط شما، شرایط علمی شما صورت گرفته؟ اونی که عرض میکنم شما الان هم دارید خلاف واقع میفرمایید. اساسش اینه، فرمودید از من تقاضا شده، در حالی که نامه رسمی از دانشگاه آزاده که شما تقاضا کردید، این نامه رسمیه و دقیقاً اشاره میکنه این جانب دارای نامه دکترای حقوق میباشم و علاقمندم به عنوان هیئت علمی، عضو هیئت علمی در یکی از دانشکده‌های حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در تهران معلمی نموده و تدریس نمایم. 12/4/79 علی کردان. شما اینجا هم دارید دروغ میگید. من دوست داشتم، آرزو میکردم شما هم اینجا بلند میشدید میفرمودید من اشتباه کردم، عذرخواهی میکردید از ملت. به والله اینجا آقای کردان بخشی از اون آبرو و حیثیت برمیگرده. اگر شما نگران مملکت ما هستید که امروز مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته، فکر کردن آتویی از ما گرفتن، خب این نگرانیتون رو با استعفاتون جبران میکردین. چرا نکردین؟ شما امروز به اینجا اومدین، شما صحبت از مسائلی میکنید که من رعشه به تنم میفته. صحبت از شهید بهشتی میکنید. شهید بهشتی
مگه نگفت بهشت و به بها دهند و نه به بهانه؟ بهشتی چی داشت؟ اون فردی که امامون رو یک ملت دانست یک ادعا ازش در بیاریم، ولی شما هیچی در اختیار ندارید، بیشترین ادعا رو دارید. کجا قابل قیاس با شهید بهشتی هستین؟ شما بنا بود خلاصه بگین، باید میخواید ادامه بدین؟ خلاصه است، بله. معنی خلاصه رو هم فهمیدیم. آقای دکتر ما خبرنگاری آقای کردان شعر خوندن، بگذارید منم حرف دلمو بزنم. تو این چند روزه تماس هایی که از اقشار گوناگون مردم به ما رسیده، مردم همش سوالشون همینه: اگر شما ادعا دارید بچه مسلمونید چرا اینجور ادامه میدید؟ روزی کنار چنار کدو بنی که او بردوید و برو بر بروز 20 گفتا به چنار که تو چند روزه ای، گفتا چنار که عمر من فزونتر از 200. گفتا کدو به 20 روز من از تو فزون شدم، علت این کاهلی بگوی که آخر ز بهر چیست؟ گفتا چنار که اکنون نه روز جنگ است و نه هنگام داوری است، آنگه که وزید بر من و تو باد مهرگان، آنگه پدید می شود که نامرد و مرد کیست. آقای کردان، هنوز بچه های جانباز ما 20 سال از گردن به پایین فلجن. خجالت میکشم نشون بدم سینه تاول زده رو. شما با کدام ارزش بازی میکنید؟ این همه در این استیضاح کنندگان بپرسید این آقای مهندس رجایی چند تا برادرش شهید شده، این آقای دکتر حیدرپور چند تا برادرش شهید شده که پول یواشکی میخواستن بهش بدن. ببینید خدا رو شاهد میگیرم و استغفار میکنم، کوچکترین حرکت سیاسی در این حرکت وجود نداشت. شما دیدید از همه اقشار مجلس، اقلیت‌های مجلس همه اومدن. اشتباه نپندارید، اقلیت مجلس ما اقلیت ایمانی نیست که بی ایمان باشه به ضد اخلاق رأی بده. این مسئله مورد حمایت همه اقشاره. بچه روز گذشته 2 روز پیش صحبت‌های جناب آقای فاکر رو شنیدم، به خدا بارها فکر کردم این امانت رو آیا ما میتوانیم به مقصود برسونیم یا نه. من بگذارید یک روال رو آقای کردان پایه بگذاریم، هیچ چیزی عوض نمیشه. شما هم به عنوان یک بچه مسلمون بلند شدید کار رو بکنید. شما میدونید بعد از این جناب آقای دکتر لاریجانی، آقای مقیمی، 1-2 نفر دوستان، من نزدیکترین فرد به شما، چندین سال با شما کار کردم، حداقل نزدیک به 10 سال مدیر کل شما بودم، همه این مسائل رو میدونم. اما دوست داشتم مثل اون که شما صحبت از علی، من تمام صحبت‌های شما که در روز دوشنبه 4 شهریور 1387 به عنوان میثاق با نمایندگان هست، یکی یکی آنالیز کردم. همه حرفایی که زدین یکی یکی اگر بخونم خدا شاهده شاید به یکیشم نتونید جواب چیزی که خودتون گفتین. یکیشو بخونم. آقای کردان افزود آن چیزی که من در مورد وزارت کشور فکر میکنم خلق فرصت‌های سازنده از چالش‌های آینده در جهت پیوستگی مردم با نظام است. آقای نوباوه دیگه وقتتون پایان پذیرفته. آقای کردان، اعمال شما پیوستگی مردم با نظام رو ایجاد کرد و یا گسستگی مردم رو؟ ادامش بدم 5 من در آوردم. متشکریم. الان خواهشم از شما این است به عنوان یک بچه مسلمون بلند شید استعفا بدید، هنوز وقت دارید، برای خودتون عزم میکنید، مجلس عزمش راسخه. آقای نوباوه وقت شما تمام شده 15 دقیقتون. نه شما 15 دقیقه بیشتر نمیتونید صحبت کنید، تمام شد. استعفا بدید، حداقل این ارزش رو برای خودتون حفظ بکنید. تشکر میکنم. آقای هدایت